پاور روب چیه؟ آبی و قرمزش چه فرقی با هم دیگه میکنن؟ همونطور که قبلا براتون گفتیم پاور روب یکی از بهترین و با کیفیت ترین برندهای بازار، ولی شاید اسمش براتون جدید باشه. پاور روب نزدیک به نیم قرنه که داخل ایران بوده، منتها تا به الان تصمیم‌های صنعتیش وارد بازار شده بوده. الان سواریش هم اینجاست. پاور روب یکی از یکی از قولای دایریتونه که با پیشرفته ترین تکنولوژی ژاپن تولید میشه. حالا فرق بین آبی و قرمزش چیه؟ بسته به ماشینی که دارید، دست توی انتخاب پاور روب بازه. آبی و قرمزش هم با هم فرقی نمیکنه. فقط متریال اولشون متفاوته. اگه یه تصمیم با کیفیت و عالی میخواد، پاور روب آبی رو انتخاب کن. اما اگه همه اینا رو با هم میخوای، با طول عمر بیشتر و کیفیت بالاتر، پاور روب قرمز رو انتخاب کن. تازه دایریتون ضمانتش هم میکنه. برای اطلاعات بیشتر یه سر به سایتمون بزن. آدرسش رو این پایین نوشتم. هر وقت خواستی تصمیم ماشین رو عوض کنی، میری سراغ پاور روب.